ما با صدا هویت می‌بافیم. ژاکارد فقط نام یک پادکست نیست، استعاره‌ای است از بافتن، از درهم تنیدگی صداها، صدای نسلی که می‌خواهد خودش را با صداقت، زیبایی و اندیشه باز تعریف کند. لباس تنها آنچه بر تن داریم نیست، زبان ناگفته ماست. ما در ژاکارد به دنبال رد نخ‌هایی هستیم که از دل تاریخ می‌گذرند. به جای دنبال کردن ترندها، به دنبال معنا می‌گردیم. ژاکارد جایی است که فشن با فلسفه گفتگو می‌کند. ما به دنبال هویت پوشیدنی ایران هستیم. هویتی که نه در تقلید، بلکه در ریشه‌ها و درک نو از خویشتن معنا می‌یابد. ما اینجا هستیم تا با هم ببافیم داستان‌ها، رویاها و آینده فشن ایران را. من شهرزاد عارفی هستم و اینجا پادکست ژاکارده. مهمون این قسمت مسعود بیگدلی، مدیرعامل و بنیانگذار برند بازلی. زندگی و سرنوشت ما وابسته به انتخاب‌هاییه که هر لحظه انجام میدیم. چرا؟ بذارین یکم به عقب برگردیم. انتخاب‌های درست میتونه مسیر زندگی هر انسانی رو تغییر بده. علاوه بر تأثیراتی که روی زندگیمون میذاره، نشون دهنده بینش، سلیقه و ارزش‌های ماست. احساس رضایت، ارتباطات درست اجتماعی و آرامش ذهن همه در گروه انتخاب‌هامون. موفقیت یعنی انتخابات درست باشن. بازلی. آقای بیگدلی خیلی خوش اومدین. ممنون. دوست دارین که خودتون رو چطوری معرفی کنین؟ مسعود بیگدلی هستم. متولد 1369. همین. راجع به بازلی نمیخواین بگین؟ مؤسس برند بازلی هستم. بعد بازلی چند سالشه؟ تقریبا شاید دقیق سال تولدشو نشه بگیم، چون که ما یه جورایی از تو دل کارو شروع کردیم. یعنی خودمونم نفهمیدیم که یه جایی بازلی از کجا به دنیا آمد، ولی بخوام هول و هوش بگم شاید تقریبا 12 سالشه. یعنی شما در واقع از 22 سالگی شروع کردین بازلی رو؟ قبلش هم کار میکردم. شغل پدریم پوشاک بود، بعد با ایشون فعالیت میکردم، ولی تقریبا از 18 سالگی به صورت مستقل کار کردم. خودتون رو شما خودساخته میدونی؟ من فکر میکنم اساساً واژه خودساخته به نظر من واژه درستی نیست، چون که همه ما از پدر مادرمون متولد شدیم و اینکه حاصل تربیت جامعهمون، معلمامون، نمیخوام کلیشه‌ای باشه، ولی خب ما باید بدونیم که چه چیزایی رو ما تاثیر گذاشته، یعنی متوجه این موضوع باشیم. بعضی موقع به نظر من نگاه این که خودساختگی شاید یه قسمتی غرورم داخلش بیاره. اگر ما معلمای خوبی نداشتیم، تاثیرگذار رومون نبودن، اگر شاید پدر مادری داشتیم که نمیدونم شاید دوچار یه سری بیماریا بودن و اون آموزشا رو درست به ما نمیدادن، اگر دوستای بدی می داشتیم که شاید به ما آسیب می زدن، شاید هیچ کدوم از ما اینجایی که الان بودیم نیستیم. درسته تأثیر اطراف رو نمیشه منکرش شد، ولی خودساختگی رو کامل نمیشه منتفی دونست. نه کامل به نظر من میشه منتفی دونست، نه میشه به کسی لیبل خودساخته رو داد. به نظر من واژه خودساختگی تا یه حدی ناسپاسی داخلش داره. من اینطوری میبینم. یعنی شما فرض کنین که یک نفر در خانواده که اعتیاد دارن به دنیا اومده، گرفتار یه سری مشکلاتیه که شاید هیچ کدوم از ما حتی فکرش هم نمی کنیم، ولی امکان داره یکی از افراد موفق، حالا وقتی میگم موفق اونم باز نسبیه،
ولی اینو حتی نمیتونید خود ساخته. تاثیرپذیری یه جاهای امکان داره قسمت زیادی از پدر مادر باشه، میتونه قسمت زیادی از معلما یا مربیا یا آدمای تاثیرگذار یا حتی دوستای خوب. به نظر من ما هممون تاثیرپذیر بودیم تو دوره حالا کودکیمون، نوجوانیمون. من که خودم اینطوری بودم، حالا شاید نشه خیلی این نسخه رو به همه تعمیم داد. از چیا تأثیر پذیرفتین؟ آیا از چیزای منفی هم تأثیر پذیرفتین که یاد بگیرین که اونها رو تکرار نکنین؟ 100%. به نظر من از منفی هم یاد گرفتن خودش دنیای بزرگیه. چون من از بچگیم حالا به حال پیش پدرم کار میکردم، نه اینکه کار به صورتی که وظیفم باشه، خودم علاقم این بود که مثلا تابستونا برم کمک کنم. فروشگاه ها کلا دوست داشتم از همه چی بیشتر، البته نه از ورزشم، ولی خب یک کوچولو بیش فعال بودم و اینکه علاقه داشتم دیگه. به ورزش اشاره کردین، ورزش رو به صورت حرفه‌ای پیش بردین؟ آره خب من خیلی ورزش رو انجام دادم، ولی به صورت حرفه‌ای که یه جورایی قصدم این بوده که شغلم باشه والیبال بوده. بعد گفتین بیشتر از این عرصه دوستش داشتین، بعد چی شد که اصلا اون سمت نرفتین اومدین این طرف؟ به هر حال اتفاقاتی پیش می اومد اون تایم که یه سری چیزاش دست ما بود، یه سری چیزاش دست ما نبود، ولی خب به نظر من باختن تو سن پایینم مفیده. شما بعضی موقع از باختن تو سن پایین که فرصت جبران داری یه چیزایی رو یاد میگیری که شاید از بردن یاد نمیگیری. پس این که شما یاد بگیرین از همه جهات به جنبه‌های مختلف زندگیتون نگاه کنین، این موضوع خیلی مهمیه که روشون تأثیر زیادی گذاشته. تا اینجای کار من اینو متوجه شدم. درسته؟ به نظر من برخورد با اتفاقای زندگی، من فکر میکنم که ریاکشن ها از همه چیز مهمتره. یعنی شما اون واکنشی که نسبت به اتفاق میدی از خود اتفاق به نظر من مهمتره. راجع به باخت صحبت کردین توی والیبال. تو سن پایین وارد این ورزش شدین، گفتین بیشتر از حتی فشن دوستش داشتین، ولی الان تو فشن، تو اون بره بیشتر دوستش داشتم، ولی خب الان فکر میکنم که شاید اون اتفاقا جنبه مثبتی داشته که نتیجه نگرفتم توش. یعنی می‌خواستیم برین در شاید خیلی از بچه‌ای که الان تو رده‌های حالا ملی هستن و بودن هم تیمی بودیم، ولی خب به هر حال ورزش حرفه‌ای یه مدت، یعنی بعد از یه مدتی باعث میشه که شما دیگه نتونی اون کار از نظر بدنی انجام بدی، ولی خب ریتیل اینطوری نیست. یعنی ریتیل رو همیشگی میدونید ولی ورزش ممکنه که این اتفاق نمیافته. به نظر من اون جنبه‌ای که شاید این ور به اون ور از نظر من ارزندگی داشته باشه اینه. یعنی شما باخت شما رو آورد بیرون از ورزش. درسته؟ یه باخت نه، شاید باخت تصویر کلی باشه که من دارم میگم. یعنی اینجوری نبوده که یه مسابقه ای رو مثلا ما ببازیم من بیام بیرون. به هر حال سیاستگزارای ورزش حالا تصمیمشون اون تایم این بود که به حال هر کسی که زیر 2 متره از اردوها مثلا بیاد بیرون. بعد اون موقع ما فکر میکردیم که اینا دارن اشتباه میکنن، ولی بعدا ما متوجه شدیم با نتیجه‌ای که گرفتن تصمیم اونا درست بوده. چند سالتون بود اون موقع؟ فکر میکنم 16 سال. و اینکه اون لحظه خیلی ناراحت شدین، درسته؟ 100%. خب به هر حال شما اون افسردگیه رو بعد از اون اتفاقا خواهی داشت و هیچ کس هم حالا باور نداشت که حالا ما بتونیم، یعنی خود منم خیلی ذهنیتی رو نداشتم، قسمت زیادیش تو کار به وجود اومد. یعنی حس می‌کردم که شاید یعنی یه کوچولو شاید استعداد داشته باشم، یعنی اینو خودم آره نه تو حوزه فشن آره، چون از بچگی علاقه داشتم، فکر می‌کردم که استعداد دارم، ولی خب کسی همچین ذهنیتی هم نداشت که یه سری اتفاقات دیگه بیفته. فکر میکنین بیشتر از همه چی باعث شد که شما بعد از اون اتفاقی که تو ورزش براتون افتاد
احساس ناامیدی، یأس داشتین، اسم افسردگی آوردین، بعد اومدین توی فشن چندین سال فعالیت کردین، بعد دیگه از 22 سالگی بازلی متولد شد. فکر میکنین دلیلش چی بوده؟ به هر حال من قسمت زیادی از بحث فشن و نه بحث روابط نیرو انسانی و قسمت زیادیشو از خب برای پدرم یاد گرفتم. ولی خب یه سری اتفاقا برای پدرم پیش اومد اون تایم تو بیزینس‌های خودش. نه اینکه بگم ورشکستگی به معنی اینکه مثلا مال و اموالشو از دست بده، ولی مجبور شد که بیزینسشو ببنده، چون که شکل بیزینس ها تغییر کرد و حالا ایشون با متدای مثلا گذشته داشت کار میکرد. ولی یکی از کسی که خیلی تاثیرگذار بوده رو من تو زندگیم، یکی از مربیامون بود که اسمش مجید ارگیه. من همیشه قدردانش بودم، چون که به نظر من اون یه چیزایی رو به ما اون تایم یاد میداد ورای از ورزش بود. یعنی سعی میکرد کتاب خوندن به ما یاد بده. حالا من سعی کردم تو بیزینس یه فلسفه دیگه ای رو دنبال کنم. یعنی مثلا شاید کتابای مثلا فرگوسن رو میخونم، کتاب آنجلوتی رو میخونم، یعنی فلسفه این افراد رو دنبال میکنم. به خاطر همینم کسایی که میان تو بازلی میگن که شکل بازلی یه ذره متفاوته با جاهای دیگه، مثل تیمه، درسته؟ سعی کردم اینطوری باشه. من کفش بازم که خوندم، اولین لحظه که یعنی تقریبا فکر میکنم توی اون 1-2 ساعت اولش بود که باورمن رو معرفی کرد. باورمن خیلی شبیه مجید ارگی بود به نظر من. مجید ارگی هم یه آدم درشت هیکل، گردن کلفته، یه سیبیلی هم داشت و خیلی به شدت کاریزماتیک. یعنی من شاید یه درصد زیادی از یه تایمی بادی لنگویجم کامل تحت تاثیر اون بود، دایره واژگانم تحت تاثیر اون بود، سلام علیک کردنم، حالتهای بدنم. یکی از آدمای تاثیرگذار زندگی من بوده ایشون. ولی چون یه جورایی به حال خیلی امید داشت رو من اون تایم، بعد منم تصمیم گرفتم که دیگه نرم. از اون به بعد رومم نشد دیگه برم ببینمش. من تصورم این بود که زیر 2 متر رو دیگه شما یکی از افرادی بودید. خب آره، من مثلا اون تایم 183 اینا بودم. بعد ولی خب پیشنهاد مثلا گروه این بود که مثلا من پستم عوض کنم و شما هم نخواستین؟ آره، من دوست نداشتم. من یه پستی دوست داشتم که هر کنترل کننده مثلا همه چیز بود، یعنی همه چیز به اون ختم میشد. بعد چون اونو نمیتونستم اجرا کنم، یعنی مجبور بودم که دیگه یه جورایی میگفتم دیگه کلا نیستم. یعنی از عشق به والیبال گذشتین به خاطر این موضوع؟ نه نگذشتم، از تیم اومدین بیرون دیگه. آره، میخوام اینجوری بگم خدمتتون. آخه یه مقدار تخصصی میشه. ببینید بازیکن اسپکر سرویس میزنه، تو تیم پوام میاره، کردیت مال اون میشه. ولی خب لیبرو یا مثلا پستای دیگه هیچ کدوم از این آیتما رو نداره. شما اونو می‌خواستید؟ از اونجاییم که من یه مقدار تمامیت خواه بودم، تو اون پست نمیتونستم، یعنی اون راضیم نمی‌کرد اون پست. الان تمامیت خواه بودنتون چقدر تاثیر داره تو بیزنس؟ یه فاکتور دیگه هم داره، این که اینم یه بخش واقعیه. اون تایم که من از ورزش اومدم بیرون، اون پولی که من دوست داشتم توش نبود. آها، این پس شد. یعنی احساس کردم که این سقفی که وجود داره اونجا، اون چیزی نیست که من میخوام. کوتاهه. آره، چون با فوتبال خیلی فاصله داشتن نظر مالی. بعد خب ما هم شرط مالیمون بد نبود، اوکی بود از نظر خانوادگی. و منم میدیدم هی ما قرارداد میبندیم، بعد پول نمیشه، هی با بریم مثلا هی چیز بکنیم. ما دیدم کارای جانبی کنیم. نه من دیدم که مثلا هی با بریم مثلا دنبال پولمون، هی چیز کنیم و اینا. راضیتون نمیکرد بود؟ بله. هم تیمیاتون رو میدیدین که بازیای ملی انجام میدادن؟ میدیدم. چه حسی داشتین؟ خب به هر حال اولش توی شرایطی پذیرش یه سری مسائل سخته، مخصوصا شما توی موضع
به حال شاید جواب نگرفته از یه ورود توی حوزه جدیدم باشی، این به نظر من یه کوچولو سختش میکنه، ولی الان خیلی اوکی ترم. آها، میخواین اسمشون رو بگیم؟ خیلی از دوستام هستن الان دیگه بازی نمیکنن. یکیشون مثلا تقریبا فکر کنم به کاپیتان تیم ملی بزرگسالانم رسید و خیلی هم به نظر من زحمت کشید. یعنی من به نظر من میدیدم که یه تایمی چقدر زحمت کشید. البته یه چیزی هم هست به هر حال، چون یه واقعیتی هم خدمت شما بگم، یه مقدارم یه کوچولو تو یه بره سن و سالی هم من درگیر شاید مثلا نوجوانی هم بودم، یعنی اینم شاید باعث این موضوع بود. بخوام خیلی شفاف بگم بیشتر یه مقدار توضیح میدین چون من متوجه نه نشدم. بقیه‌اش نمی‌تونم. خب سوالم بالاخره میخوام بپرسم، تمامیت خواه بودن تو بیزینستون الان چقدر تاثیر داره؟ چقدر تمامیت خواهیم؟ تمامیت خواه بودن تو بیزینس با تمامیت خواه بودن تو حوزه های فرد محور خیلی متفاوته. اصلا دنیای بیزینس با دنیای ورزش زمین تا آسمون از نظر من متفاوت. چون که شما گفتین خیلی دنبال میکنین فرمول ورزش رو تو بیزینس و دوست داریم بعضی وقتا پیاده سازی کنیم. من یاد گرفتم که کوچ باشم تا مدیر عامل. یعنی به چه صورت؟ یعنی کوچ باشم تا رئیس. سعیم این بوده. یعنی سعی کردم به بچه اون چیزایی که حالا رفتم تو سفرهای مختلف با حالا اشخاصی که اساتید اون حوزه بودن، وقتی که یاد میگیرم انتقال بدم. حالا خیلی الان به نظر من گلایی دارم میگن که نسل زد نسلیه که کار نمیکنه و یه همچون مسائل. من فکر میکنم که کاملا همه این اشتباهه. نسل زد همون نسلیه که 20 سال قبلا بوده. 20 سال قبلا به نظر من همین حرفا رو میزدن، یا 50 سال قبلا همین حرفا رو میزدن. میگفتن این نسل اینجوریه، نسل قبلی بهتر بود. همیشه نسل‌های قبل راجع به نسل بعدی این موضوع بله به نظر من. ولی خب منتها به نظر من نسل زد تفاوتش اینه که آگاه‌تره، متوجه میشه، تفاوت میذاره و یه حسن به نظر من خیلی مثبت که داره، نگاه از بالا به پایین رو نمیپذیره. و شما هم اینو تو مجموعتون ندارین؟ سعی میکنین نداشته باشین؟ سعی میکنم. چند تا نیرو دارین الان؟ الان تقریبا به صورت مستقیم فکر میکنم 220 خورده. قدیمی ترینشون چند ساله که باشن؟ از روز اول شروع به کار هست. از روز اول. مجید جوزنی. بسیار عالی. ما بیزینس رو عمدتاً به شکل تیم ورزشی خانواده دیدیم. یعنی حالا اگر شما تا حدودی فکر میکنه ماشینی دارید، بچه ها رابطهشون با من اون رابطه مدیر و حالا مثلا اعضای مثلا یه سیستم اداری نیست. ما خیلی راحت تریم. یه سری از بچه شاید من به اسم کوچیک صدا کنن. راحتیم با این موضوع؟ راحتم با این موضوع. ولی خیلی ها بهتون گفتن شاید درست نباشه. خیلی ها گفتن درست نیست این موضوع. اصلا من به نظر من برای بیزینس شیوه های مختلفی وجود داره. شما فرمول یعنی خودتون رو دارین؟ هر کسی باید فرمول خودش رو داشته باشه. کارم کرده برای بازلی، درسته؟ به نظر من هر سیستمی باید با توجه به دی ان ای خودش فرمولش رو بچینه. شما سیستمی که توی شرکت دیگه جواب داده، حالا الان اینو من بگم شاید یه ذره جنبه راحت باشه، ضد تبلیغ داشته باشه شاید برای یه سری از همکارای ما که تو حوزه های حالا مختلف دارن فعالیت میکنن بابت بحث بیزینس کوچ اینجور مسائل. شاید یه نسخه رو بیان به چند تا شرکت مثلا بدن، بگن آقا این روش درستیه. یا اخیراً من دیدم یه سری ویدیوهای اینستاگرامی که خیلی با اعتماد به نفس بالا و حالا خیلی مطمئن میان میگن که نه، مدیری که این تعداد در سال مثلا اخراج نمیکنه، مثلا یه درصدی رو میگن این دچار اشکال میشه. اصلا به نظر من درست و غلطی در این زمینه ها وجود نداره. یعنی هر مدیر باید با توجه به درک خودش از سازمانش،
DNA-اش، ریشه های فرهنگیش تصمیم بگیرم. شما خط قرمزاتون واسه اخراج چیه؟ ما تا اونجایی که بتونیم، یعنی چون من به یه سری مفاهیم سنتی هم اعتقاد دارم. مثلا چی؟ یعنی این بیزینس رو من همیشه سفره دیدم. آره دیدم میگین که این سفره که واسه همه پهنه. واقعا اینو همیشه حس کردم، چون یه جاهایی شاید من خودم متوجه نشدم که این سفره چجوری پهن شده. اعتقاد به این واژه داشتم. پشتش خیلی تلاش بوده. درسته؟ 100% تلاش یه گروه زیادی بوده، فقط منم نبوده. اول که شما چند درصد شانس رو دخیل میدونین تو موفق شدنتون؟ از نظر من شما موفقین، حالا اگه بخواید موفقیت رو نسبی ببینید. آره خب موفقیت یا عدم موفقیت به نظر من پارامترهای مختلفی داره و موفقیت هم فکر میکنم یه حسه. یه نفر شاید با یه مدیر شاید با 5000 تا شعبه خودشو موفق ندونه، ولی شاید یه بیماری که از یه بیماری مهلک برگشته و یه شرط نرمالی داره خودشو موفق بدونه. کاملا. پس بنابراین واژه موفق بستگی به تعریفش داره بر اون فرد. درصد نمیتونم بگم، ولی به نظر من عدد بالاییه. شانس یا تقدیر. من به این موضوع اعتقاد دارم، چون اتفاقایی رو دیدم. اساسا من اعتقاد دارم که شاید اون چیزی که شما بهش میگی موفقیت، یا مثلا شاید هر کسی تعریفشو داشته باشه، پکیجه. یعنی امکان داره که قسمتیش شانس باشه، قسمتیش تلاش باشه، قسمتیش اطرافیان باشن، قسمتیش شرایط به هر حال سیاسی اجتماعی باشه. همه اینا من فکر میکنم که توی این موضوع دخیله. چند بار شکست خوردین تا بازلی شد؟ شکست به اون معنایی که اشتباه که زیاد کردم. نه، شکست بخوریم این معنا که فردا نمیتونم چکمو پاس کنم، تمام، بازلی تمام. یه تایمی ما قبل از اینکه واردات ممنوع بشه، بعد از اینکه من خدمت سربازی رفتم استانبول، اونجا کم کم شروع کردم به تولید کردن. بعد با یه آقای آشنا شدم، ایشونم پدرش صاحب کارخونه‌ای بود و من معرفی کرد به اون کارخونه، چون حالا دوست شدم با خودش، پسرعموهاش و برادرش و اینا، یعنی یه جورایی یه رابطه‌ای داشتم با کل خانواده‌شون. بعد اینا هم به من پیشنهاد دادن که حالا شما بیاید اینجا تولید بکنید و تو اون کارخونه هم حالا برندهای بزرگی تولید می‌کردن. اونجا شروع کردیم تولید کردن، آوردن داخل، پخش کردن به برندا. اول اصلا من کارم اینجوری شروع کردم، قسمت زیاد شد. قسمت عمده فروشی بوده یعنی، درسته؟ بله. اتفاقی که افتاد، خب شاید من یه دیدگاه‌های، یعنی اتفاقایی هم که افتاده بود، ما فکر می‌کردیم که همیشه همینجوری میمونه. یه تایم زیادی عدد دلار ثابت بود و نوسانی نبود و اتفاق خاصی هم پیش نمی‌اومد. بعد ما هم شروع کردیم پخش کردن اجناس به صورت چکی و حساب اون برم بعد بابت اعتمادی هم که به وجود اومده بود، حساب اون بر باز مونده بود و اون آقا هم مثلا برای ما هر چی که می‌خواستیم تولید می‌کرد. این ورم فروش ما خیلی خوب بود. ما هم همینجوری داشتیم همینجوری چک می‌گرفتیم، چکای مدت دار. من سنم پایین بود. این باعث شد که اگر اون حالا صاحب کارخونه به هر حال لطف نمی‌کرد و با من همکاری نمی‌کرد، زمان نمیداد، عملاً شاید بر ما ورشکستگی اتفاق افتاده بود از نظر ریالی. ولی اصلاً کسی متوجه ناراحتی و استرس شما نشد. یعنی تو خونه هیچ کسی متوجه این استرس نشده بود. بروز نمیدین اصولاً نه ناراحتیاتونو؟ تا اونجا که بتونم. چطوری میشه؟ در کل میریم باشگاه تخلیه میکنیم؟ قسمت زیادشو بله. بیش فعالا به نظر من نیاز به ورزش سنگین دارن. من خودم اگر وقتی باشگاه نمیرم دچار پنیک میشم. نه شما تمرکز ندارین آقای بیکتری؟ بیش فعال، ADHD شاخه های مختلفی داره به نظر شما من. کدوم شاخه؟ من یه ذره انرژیم زیاده بعضی موقع. من فکر می‌کنم اون به خاطر چشمانداز و ویژنه انرژیتون زیاده، چون من دیدم که شما خیلی تمرکزتون اتفاقا زیاد. آره تمرکزم زیاده، ولی خب وقتی نمیدوام یا
ورزش سنگین انجام نمیدم یه دوچار یه استرابایی میشم. یعنی این باعث میشه که کمک میکنه که بیشتر خودمم تو اون حالت. چقدر تصمیماتون تو باشگاه میگیری؟ تو باشگاه که بیشتر با تلفن صحبت میکنم، ولی خب دیگه چه باشگاه رفتنی شد دیگه، همش با تلفن صحبت. ولی تصمیمو بیشتر شبا میگیرم. پس زیاد بیدار میمونی؟ شب بیدارین کلا؟ تا تقریبا 4 صبح. نایت پرسن هستی؟ بله. بعد اون وقت بچه ها دچار مشکل نمیشن؟ صبح زود اونا میان سر کار؟ من حالا جزو مدیرایی هم که خیلی صبح زودی نیستم و این موضوع یکی از ریشه های اختلافی من با پدرم همیشه بوده. پدرم به شدت صبح زودی از قدیم بود و من خب به هر حال نمیتونستم صبح زود بلند شم. یعنی حاضر بودم که تا 2:30 شب کار بکنم، ولی صبح زود خیلی نمیتونستم کار انجام بدم. اتفاقا یکی از اقوام ما میگفت که ما با توجه به این حالت تو نظرمون راجع به کلا سرخیزی تغییر کرد. ولی خب به نظر من هر کسی هر جوری که راحته باید کار بکنه. درسته. و اینم ورژن شماست دیگه. آره به نظر من هر کسی شما اینطوری جواب داد. هر کسی باید نسخه خودشو داشته باشه. یه سری از مدیرا به نظر من توانایی دارن که حالا 5 صبح بیان سر کار، ولی خب شاید زود خسته بشن برن. ولی یه سری هم هستن که حالا فرمت بدنیشون اینجوریه که صبح یه ذره اوکی نیستن دیگه. بازلی یه دفعه با انفجار رشد مواجه شد. اینو با من موافقین یا نه؟ نه. من از بیرون اینطوری دیدم. یکی از حالا ریشه های اختلافی که ما مثلا با چند تا بیزینس کوچ همکاری داشتیم صحبت میکردیم، اونا میگفتن که شما باید شروع کنید تبلیغات زیاد تو همون اوایل کار. ولی خب من خودم اعتقاد داشتم به این که اول محصول باید به یه بلوغی برسه. شاید ما چندین سال کار کردیم، فعالیت کردیم، ولی دیده نشد. از جایی که احساس کردیم نخواستیم دیده بشیم. چرا؟ حتی یه موردی بود، یکی از دوستای آقای رادان یه جایی من ایشونو دیدم، بعد همینجور شروع کردیم صحبت کردن. گفتش که مثلا دوست داری من بهرام بگم بیاد و اینا فلا اینا. گفتم که بیاد اینجا. گفتم نه. گفت چطور؟ گفتم که به نظر من محصولمون هنوز نرسیده به اون جایی که من میخوام. مطمئن نبودین هنوز از محصول؟ اعتقاد دارم تبلیغات مثل ذره‌بینه. اگر شما این ذره‌بین رو بندازید روی محصول ایراددار، بیشتر به نظر من اون عیوبش رو نشون میده. الان یه سری از حالا افراد هستن که با سرمایه‌های حالا مختلف شروع میکنن به بیزنس کردن. اولش مثلا تو اینستاگرام بی صفحات مجازی شروع میکنن تبلیغات سنگین و اینا. من فکر میکنم این حتی آسیبزاه. یا بعضی از رستوران‌ها با اوپنینگ‌های سنگین، این باعث میشه که اگر محصول ایرادی داره اون بیشتر به چشم بیاد. به نظر من باید تو پشت سر تمرینای زیادی کرد، زحمتای زیادی کشید. اگر محصول به یه بلوغی رسید، اون تایمشو ریتیلر بدونه، تو تایم درستش شروع کنه به تبلیغات کردن. شما کجا بیشتر تمریناتون رو انجام دادین؟ کی تا کی تمرین کردین؟ قسمت زیادش رو تمرین و آزمون خطاهامون رو تو عمده انجام دادیم ما. تو اون تایمی که پخش عمده داشتیم. چجوری بازخورد میگرفتین؟ بازخورد از مشتری نهایی که بالاخره خب اون مشتری که میومد پیش ما خرید میکرد، خب اون از مشتری خودش بازخورد میگرفت و وقتی میومد اون موضوع رو تکرار میکرد، اون مثلا محصول رو تکرار، درخواست تکرار داشت، این خب ما متوجه میشدیم که اون کار درست انجام شده. قبول داری هیچ جا ریتیل نمیشه؟ هیچ جا نمیشه این بازخورد و آزمون و خطا رو به غیر از ریتیل انجام بده؟ 100%. ولی خب ریتیل به نظر من
نزدیکترین شغل بهش کارگردانی سینماست. چرا کارگردانی سینما، تئاتر نه؟ دلیلش اینه که به نظر من فکر میکنم که اوج یه آرتیست کارگردان سینماست، چون کارگردان سینما تا یه حدی باید موسیقی بدونه، داستان بدونه، بازی گرفتن بدونه، خیلی از مسائل باید بدونه. مضاف بر این که ریتیلر باید بحثای حقوقی بدونه تا یه حدی. درسته باید مشاور حقوقی داشته باشه، ولی شما با مشاور حقوقی هم کار کردن شما باید یه دانشی داشته باشه که بتونید با حتی با مشاور حقوقی کار بکنید. بله. شما حتی باید یه دانش اولیه داشته باشه که بتونید با مشاور مالی کار بکنی. بنابراین ریتیلر به نظر من باید از هر چیزی یه مقداری بدونه. حتی برای مارکتینگ که من فکر میکنم یکی از وظایف اصلی خود ریتیلر بحث مارکتینگ یا نظارت رو مارکتینگه. برای مارکتینگ به نظر من باید جامعه شناسی بدونی، شما باید تا یه حدی تاریخ معاصر بدونی، شما باید بافت فرهنگی جامعه رو بشناسی، چجوری بازخورد میده جامعه، رو چه چیزایی حساسه، چی میخواد. روانشناسی به نظر من البته. شده فکر کنید که کاش برم دوباره تو بی تو بی عمده؟ از نظر مالی؟ همه نظر. از نظر مالی خب شاید یه پول کم درد سرتر داشته باشه. پس چی شما رو نگه داشته؟ هی هم دارین شعبه اضافه میکنین ماشاءالله. چی من نگه داشته؟ این که من واقعا کار نمیبینم. یعنی هیچ موقع نشده که احساس کنم دارم میرم سر کار. یعنی تو بازلی این حالتیه که به نظر من خیلی، نمیگم تمام بچه ها، ولی درصد زیادی از بچه ها میان که شاید دور هم باشن. نمیگم روز بد نداریم، ما روز بد داریم، تلخی وجود داره تو کار، به حال سختگیری وجود داره، مثبت و منفی ها هست، ولی ما میایم که بیشتر دور هم شاید تلاش کنیم برای هدف مشترک و خوشم بهمون بگذره. من ندیدم تو بازلی فضای ترس. شاید من حس نکردم، نمیدونم. فضای ترس یعنی چی؟ ترس حاکم نیست. یعنی اینطوری نیستش که از شما بترسن به عنوان یعنی مدیریت شما با اون ترسه نیست، ایجاد ترس. به نظر من نمیدونم. من فهم کنم شما تا یه حدی آشنا هستی، شاید درک شما درک صحیح‌تری باشه. وقتی از بیرون داری شما میبینی، سعی کردیم که نباشه. اصلا دلیل این که من دوست نداشتم رئیس باشم یا مدیر عامل باشم، دوست داشتم کوچ باشم. ما با بچه ها به حال شاید یه روزایی میریم فوتبال، یه روزایی میریم والیبال، تفریحات مختلفی رو سعی میکنیم با هم داشته باشیم، برای اینکه این حسه از بین بره. من ندیدم نگاه بالا دست و پایین دست و اینا رو من اصلا حس نکردم. یعنی از کسی که داره کوچکترین کار رو انجام میده تا کسی که حالا تصمیم گیرنده اصلی، همه با هم دور یک میز میشینن، شام و ناهارشون رو میخورن، کنار همدیگه هستن و این احساسه وجود نداره. تمام تلاش من این بوده که به این نقطه بتونیم برسیم. این که شما میگید که من ندیدم این حالت وجود داشته باشه، من حس خوبی پیدا میکنم. مجید ارگم همیشه بعد از تمرین بچه‌ها رو که به خط میکرد، هر موضوعی داشت میگفت آقا بگید، اینجوری هم صحبت میکنه، آقا بفرمایید. اینجوری خیلی راحت برخورد میکرد. آره خیلی دوست دارم
از همینجا عرض ادب میکنیم خدمتشون. چند سال گذشته از اینکه آخرین باری که شما دیده باشین ایشونو؟ از همون فکر میکنم 16 سالگی. ولی هنوز خیلی تایما دوست داشتم برم روز معلم ببینمش و اینا، ولی خب هیچ موقع روم نشد. آره، چون احساس کردم شاید زحمتایی که اون موقع بر ما کشیده بود من هدرش دادم. فکر میکنین خودتون چقدر کوچ خوبی هستین؟ من یه قسمتایی ترکیب کردم از مجید ارگی با یه نسخه از پدرم هم تو بیزینس یه نگاه پدرانه‌ای نسبت به اعضای سیستمش همیشه قدیم من یادم داشت. یعنی شاید یه کارایی انجام میداد براشون فارغ از حالا بحث کار بود. من یه ترکیبی از این دوتا رو با هم داشتم. این موضوع با عدم قاطعیت نباید اشتباه گرفته بشه. همین رو خواستم بپرسم. به نظر من صبر استراتژیک با سستی فرق داره، یعنی با عدم تصمیم گیری فرق داره. شاید دیدگاه پدرانه با مدیر ترسو بودن متفاوته. اینا یه مرزای باریکیه. به نظر من مدیریت یه جورایی هنره، حفظ تعادله. شده باشه یکی خیلی دوستش دارین ولی تصمیمتون این باشه که از مجموعه بره؟ یه جاهای شما برای نگهداری ساختار مجبور میشی تصمیم سخت بگیری، مخصوصا تو جمع شاید 250 نفره همه تقریبا دهه 70 و دهه 80. یعنی شاید ما یه رفتاری داریم به صورت فردی یا شخصی تو جامعهمون، من یه جوری رفتار میکنم، شاید شما یه جوری رفتار میکنی، ولی رفتار سازمانی، چارچوب سازمانی باید متفاوت باشه. پدر الان با شما کار میکنن یا جدا؟ پدر الان زحمت میکشن میان بازلی. مدیریت اجرایی و کل با چه کسیه؟ با پدر هستش و با شما؟ نه، با من. یعنی پدرم این خط و مشو از شما میگیرن؟ بله. پدرم خیلی کی معلوم شد این مرز باریکه؟ چجوریشون پذیرفتن؟ پدرم تو ساختار سنتی کار کرده، ولی تو ساختار سنتی به شدت ساختار رو میدونه. حتی اینو آگاهه، چون که به صورت شریکی پدرم اینو کار میکنه با برادراش. چالنجایی که اون تایم داشتن و خیلی چیزا ازش یاد گرفته. الان میدونه حتی اگر من اشتباه میکنم، شاید پدرم الان کار بیشتر مشورتی انجام میده یا به صورت مثلا تفریحی شاید میاد بازلی، مثلا میاد یه چند ساعتی رو میز خودش و اینا با بچه‌ها شوخی میکنه، میگه، میخنده و اینا. واسه مسئولیت اجرایی نداره. مسئولیت اجرایی به اون شکل نداره، نه. ولی خب اگر قرار باشه کمکی بکنه توی حوزه‌ای، دقیقاً تو ساختار عمل میکنه. یکی از فاکتورایی که من همیشه توی این موضوع قدردانش بودم و این نکته‌ای که اول صحبت کردیم که راجع به خودساختگی بود که از نظر من اشتباه کلمه خودساختگی این بود که یه جاهای پدر من خودشو شاید نادیده گرفت که من دیده بشم. یعنی از یه جایی به بعد من متوجه یه اتفاقی شدم، این که برام خیلی عجیب بود. یه ایونتی بود ما داشتیم، بعد پدرم من گفت این ایونت رو من نمیام. اوایل بازلی هم بود. بعد من هی اصرار کردم که گفتم که چرا نمیاید و اینا. بعدن مادرم به من گفتش که پدرت میگه من نمیام که وقتی من میام مسعود پسر حاجی دیده میشه، انگار که شاید بازلی رو من ساختم، این پسر کسیه که بازلی رو ساخته، پس من نمیام که این دیده شه. این بعضی موقع میگم که شاید اون از خود گذشتگیه کمک کرده باشه به ساختن. شاید پس بنابراین من اگر بیام بگم من الان ساخته
خودمم یا خود ساختم، به نظر من شاید ناسپاسیه. به نظر من این نگاه شماست که داره اینطوری موضوعات رو بررسی میکنه. بازلی، شما خالق بازلی هستین، پدرتون خالق بازلی نیست. نه. درسته؟ ولی خب پدر همین که حضور داشته، ذهن شما آروم بوده که اگه یک روزی به یک مشکلی بخورم، یعنی بازلی هیچ بوده و شما ایجادش کردین. بله. چون که اول گفتگومون گفتین که پدرتون در صنعت پوشاک بودن. میخوام این شبهه ایجاد نشه که بازلی برگرفته از اون دورانه. نه، بازلی اصلا برگرفته از اون دوران نیست. شما ایجادش کردین و اسم کلمه بازلی من ایجاد نکردم، ما ایجاد کردیم. درسته. شما و تیم. ما و تیم. خیلی ارزشمنده که به تیم انقدر معتقدی. واقعا شعاری نیست. من اعتقاد دارم به هر آن چیزی که میگم. یعنی اعتقاد دارم که اون حس تیما هم که میسازن. درسته شاید جریان ساز یه نفره، پیشبرنده یه نفره، اون کشنده موتور محرک یه نفر قرار میگیره، ولی اعضای تیم به شدت نقش مهمی دارن. بازلی یعنی چی؟ بازلی از کجا اصلا این اسم ایجاد شد؟ بازلی یعنی بازلی. از کجا این اسم ایجاد شد؟ خیلی اتفاقی. ما اون تایم که داشتیم محصولات عمده میفروختیم، یعنی با توجه به برند یه سری از، حالا برند نمیشه بگیم، شاید کسایی که مثلا 3 تا 4 تا شعبه داشتن، ما براشون تو استانبول تولید میکردیم، میآوردیم، نمونه میدادیم بهشون، اوکی بود براشون میآوردیم و اینا. بعد همون آقای که صاحب کارخونه بود گفت که من میبینم که شما به حال لطف داشت و اینا، گفت شما استعداد داری و اینا، چرا برند خودتو راه میندازی؟ بعد ترک بود. ترک ها حسود نیستن. خوشحاله الان از اینکه بازلی رشد کرده؟ راستشو بگیم الان فکر نمی‌کنم. چرا؟ بازلی دوست داره، ولی اتفاقی که الان افتاده، چیزی که من دارم میبینم، یه تایمی بود که ما 100% محصولات که تولید میکردیم همش تو استانبول بود. یعنی هیچ چیزی رو داخل تولید نمیکردیم. اون موقع واردات بود. ولی در حال حاضر شاید به صورت غیر مستقیم نزدیک شاید 2000 نفر الی 2500 نفر دارن فقط بر بازلی تولید میکنن. این اتفاق باعث شده که به هر حال شاید داخل ایران بله، رونق این بیزینس شاید تو استانبول کم شده. الان من میرم مثلا شاید هر 2 ماه یه بار میرم سر میزنم، صحبت میکنیم، ارتباط رو داریم. من میبینم که حالا شرکت ایرانی دیگه اونجا اوردر نمیذارن و اونا از یه موضوعی یه مقدار شاید ناراحت هم باشن که میگن بچهای ایرانی کار یاد گرفتن و دیگه مثلا پیش ما نمیان و یه حالتی دارن که به هر حال دوست ندارن این حالت دیگه. ولی به نظر من صنعت ریتیل تو ایران رشد کرده، به خصوص در چند سال اخیر. فکر میکنین برندهای خارجی اگه بیان، ایندیتکس مثلا، گروه ایندیتکس، چقدر شانس برندهای ایرانی همچنان باشه؟ من اعتقاد دارم که باید با تعرفه مناسب بیان. یعنی فضا رو بیش از حدم به نظر من بستن، بعد از یه مدتی باعث شاید تنبلی و کرختی برندهای ایرانی بشه. با تعرفه مناسب بیان، مثلا اینکه برندایی که یه برند تو حوزه مردونه مثلا مثال بزنیم که میتونه رقیب بازلی باشه. شما بگید. مثلا هوگو باس. هوگو باس من دوست دارم خودم، ولی خب شاید خیلی شعاری باشه، ولی من فکر میکنم با این نرخ دستمزد تو ایران، خیلی شفاف بخوام بگم، با نرخ حاملای انرژی که الان هست، فضایی که بتونیم رقابت بکنیم وجود داره. حالا دیگه این میمونه بستگی به
توان و عرضه اون برند ایرانی که آیا میتونه رقابت بکنه یا نه. ولی خب یه قسمتی از بیزینسم باید فضای رقابتی داشته باشه، یعنی اقتصاد درست، اقتصادی که یه عده‌ای حذف میشن، یه عده‌ای اضافه میشن. اون راه رو باید پیدا کنیم دیگه. یعنی اقتصادی که اصلا ورشکستگی نداشته باشه، یعنی شما دائما تورم‌های بالا داشته باشید، در اثر تورم بالا بیزینس بچرخه، این شکل اقتصاد درستی نیست. شما غرب زده خودتون رو میدونی؟ الان از کجا ما متوجه بشیم بازلی برند ایرانیه؟ در گذشته به نظر من خیلی حس غرب زدگی دارم میبینم. خیلی شفاف بخوام بگم، در گذشته ما جزو اولین برندهای ایرانی بودیم که صفحه مثلا مجازی راه اندازی کردیم، اونم خیلی اتفاقی شد. ما اصلا عمده فروش بودیم. بعدی که دوستان من گفته که شما خب مثلا میرید تو استانبول مدل از اروپا میارید، عکاسی میکنید، ژورنال درست میکنید، اینا اصلا اون ابتدا اون کارا رو میکردید. آره، من شاید اون تایم پول یه آپارتمان حالا کوچیک تو تهران رو خرج اینجور چیزا میکردم. یعنی یه فروشگاه درسته؟ نه، پخش بود، پخش عمده بود. پدرم من میگفت که این فقط بلد پولاشو ببره بریزه این ور اون ور. یعنی عمدتاً با تمام روش‌های من مخالف بود. شما شک نکردین که ممکنه روشتون غلط باشه؟ پدرتون رو به عنوان مشاور خودتون همیشه قبول؟ نه، دوست داشتم. یعنی حس خوبی از اون کار میگرفتم. این که مثلا با مدل‌های اروپایی کار بکنیم یا مثلا با عکاس و کار خوب انجام بدیم، خیلی کارو عمدتاً برای پول انجام نمیدادم. نقش اینستاگرام پس قوی بوده توی 100%. اصلا بازلی که برندی بود که با اینستاگرام رشد کرد به نظر من. ما اوایلش هم یه دفتر 50 متری توی خیابون منوچهری داشتیم. بعد تازه اینستاگرام نصب کرده بودیم، فکر میکنم سال 2013-14 بود. بعد شروع کردیم، همین دوستم پیشنهاد داد، گفت آقا بذارید عکساتون رو بذارید. بعد دیدیم یه چند تا مشتری دارن آدرس میگیرن، اما بعد مشتریایی بودن که از نظر قشری هم به نظر ما باشه رد بالای جامعه بودن، چون اون موقع کسایی تو اینستاگرام بودن که خیلی دنبال به هر حال فشن بودن، علاقه داشتن به اینجور چیزا. هر کسی اصلا نمیشناخت. هر کسی نمیشناخت اون تایم. بعد من دیدم تو این دفتر 50 متری یه مشتریایی دارن میان تو خیابون منوچهری که مشتری اون منطقه اصلا نبودن. بعدن خب دیدیم که نه، خب اوکیه، یعنی گفتیم که بریم یه دفتر لوکستر حالا توی منطقه. تعجب نمی‌کردم می‌دیدم بازار. خیلی تعجب می‌کردن اون اوایل. یعنی اون اوایل ما یه خانومی بود، من یادم ما بسته بارم از ترکیه برامون اومده بود، بچه‌ها داشتن تو راهرو باز می‌کردن. بعد این خانومه با کفش پاشنه بلند، حالا نمی‌دونم اینو می‌خواد بذاری یا نذاری، بزن. با کفش، آره با کفش پاشنه بلند اینجوری تو راهرو اومد. بچه‌ام یه 3-4 نفر داشتن بسته باز می‌کردن. بعد خیلی با تعجب اینا اینجوری کرد. بعد تا وسط راهرو اومد، اون راهرو اونجا. بعد یهو گفت بازلی اینجاست؟ بعد اون آقا گفت بله. بعد به همسرش گفت من نمیام. یعنی از همونجا من دیدم که آره، از همونجا من دیدم، گفتم چی شد؟ گفت خانومه دید که مثلا شاید فضا اونجوری که میخواد شیک و اینا نیست، پشیمون شد که بیاد تو. این یه اتفاقایی تو زندگی آدم میفته که باعث میشه که عزمش رو جذب کنه بره یه کار شیکتر و باحالتر و اون چیزی که واقعا هست و انجام بده. یعنی همون موقع ها بود که این فروشگاه های اینطوری تو ذهن شما جرقش زده شد، درسته؟ یکی از دلایلش این بود که من عمدتاً کاری رو برای اینکه صرفاً بعضی موقع خیلی دنبال پول در آوردن باشی، شاید پول در نیاری. آره یادم اینجوری بگیره همش بگه پول در آوردن، بله. پول باید در جریان باشه. بله.
مثلا شاید پدر خود من خیلی مخالف بود با اینکه دکورای سنگین زده بشه، فروشگاه‌های بزرگ گرفته بشه. مثلا دیدگاهش خب با توجه به بحث سنتی بودن مارکت گذشته میگفت که مثلا محصول شاید خوب باشه خودش میفروشه، چرا باید شما فروشگاه مثلا 500 متری بگیرید، 4 طبقه فروشگاه بگیرید، دیزاین سنگین انجام بدید. ولی خب من با توجه به چیزایی که میرفتم تو سفر رو میدیدم دوست داشتم اون شکلی باشه. چون ایران اون موقع اینطوری بود که از در میومدی تو قیافت رو نگاه میکردن، مثلا بر اساس قیافه قیمت میدادن. یه تایم اینجوری بود بعد چونه بعد میزدیم، ولی الان قیمت ها همه استاندارده، تو همه فروشگاه ها استاندارده، چون برند ایرانی شکلی گرفتن. و فکر میکنین این اتفاقاتی که افتاد تاثیر داشت روی این موضوع؟ چه اتفاقی؟ همین که واردات ممنوع شد و ارز به این شکل شد و شفاف بخوام صحبت کنم، خب تاثیر داشته. سیاستایی که وجود داشته تو این حوزه باعث شده که برندهای ایرانی به هر حال پا بگیرن. یعنی اگر ما بخوایم خیلی منصفانه بخوایم بگیم، سیاستگزار تو این حوزه تاثیر داشته. خب فکر میکنین که ولی من فکر میکنم ادامه این روندم شاید درست نباشه. باید یه کوچولو فضا باز بشه، با تعرفه مناسب فضا رقابتی ایجاد بشه. نمیترسین از این که فروشتون بیاد پایین؟ طبیعیه ممکنه بیاد پایین. راستشو بگم نه، چون اعتقاد دارم که شاید بازلی میتونه رقابت بکنه. این حجم از علاقه‌ای که به برند زارا مثلا وجود داره، ایرانی‌ها انقدر زارا رو دوست دارن. زارا رو ایرانی‌ها دوست دارن، کلا دوست دارن. آره، انقدر برندهای خارجی رو دوست دارن، یعنی بیاد اینجا فکر میکنین که همچنان شما فروشتون به همین، یا باید یه سری تغییرات ایجاد کنی از این قرب زدگی مثلا بعد بیایم بیرون؟ البته طبقه بندی محصولات ما مشابه زارا نیست. آره میدونم، دارم زارا رو مثال میزنم، ولی کسی که تو فست فشن کار میکنن به نظر من مشکل میخوره. یعنی فکر میکنین که طبقه کاری شما به مشکل نمیخوره؟ به چالش میخوره، ولی من مفید میبینم با تعرفه درست. البته به هر حال الانم آنلاین شاپ‌ها دارن کار میکنن. آره، ولی این خیلی سر راهمون استکاک‌های مختلف وجود داره تا اون محصول به دستمون برسه. درست. ولی اون موقع دیگه باز میشه. به نظر من مدیریت هنر حفظ تعادله. نه از این ور بیفتیم نه از اون ور بیفتیم. یه سوالی ازتون پرسیدم که نصفمون پاسخش رفتیم تو اینستاگرام و این داستانا، موضوع قرب زدگی. خب بازلی چقدر ریشه ایرانو در خودش داره؟ اگه الان یه خارجی چطوری میتونه بفهمه ایرانیه بازلی؟ از چی؟ اصلا قراره بفهمه؟ اصلا توی استراتژی هست این موضوع؟ خیلی شفاف بخوام بگم، شاید در گذشته ما اوایلی که پیج اینستاگرام باز کرده بودیم شاید جواب کامنت ها رو انگلیسی میدادیم، یعنی کپشن های انگلیسی، شاید اصلا عنوان نمی کردیم که بازلی ریشه ایرانی داره. ولی یه مقدار که بزرگتر شدم، یعنی سنم که رفت بالاتر، احساس کردم که اون موقع شاید ما فقر فرهنگی داشتیم، یعنی باور خودمون کم بود تو این حوزه. اصلا باور نمی کردیم که اصلا مردم برند ایرانی بخرن، چون نمی خریدن واقعا. ولی من فکر میکنم یه عده زیادی تو این موضوع صد شکن بودن، سنت شکن ایرانی بودن. باید ارزون میفروخت. این دیدگاه وجود داشت که اصلا طرف میومد میگفت این خارجیه، این ترکه، این ایرانیه. یعنی این حالت رو شما تو بوتیکا میدیدی. ولی به نظر من یه عده‌ای، من فکر میکنم رو برند مدین ایران و مدین تهران به نظر من کار کردن و باعث شدن که ذهنیت ها بشکنه. شما اگه خودتون قرار بود این کار رو بکنین انجام میدادین اینو؟ یعنی شما ممکن بود این باور درتون ایجاد بشه یا نه اونا انجام دادن که این باور ایجاد شد؟ چرا گفتم ریتیلر باید جامعه شناسی بدونه،
باید روانشناسی جامعه رو تا یه حدی بدونه، باید بدونه سر بزنگاه چجوری رفتارای اجتماعی داشته باشه، چجوری محصولش رو آداپته بکنه با اجتماعش. یعنی شاید اگر شما مثلا 20 سال پیش رو مدین ایران رو خیلی برجسته و بولد کار میکردی، این اتفاق نمیافتاد. ولی من فکر میکنم که تو ایران یه رنسانس فرهنگی اتفاق افتاد. با گذر نسل این اتفاق افتاده. با گذر نسل این اتفاق افتاد. به نظر من با شبکه‌های اجتماعی این اتفاق افتاد و مخاطب باور کرد که شاید بتونه کالای ایرانی لوکس بخره، به این باور رسید یا پریمیوم بخره. الان من تو حوزه‌های مختلف دارم میبینم که برندهای داخلی رشد کردن. حالا به غیر از حالا مثلا فشن ما در نظر نگیریم، شاید من ببینم که تو حوزه مبلمان رشد خوبی اتفاق افتاده. یعنی یه تایمی شاید یه برند خیلی اکونومی ترک اینجا پادشاهی میکرد، ولی الان من کارهای حالا بچه داخلی رو دارم میبینم از نظر کوالیتی و کیفیت، من فکر میکنم که نمیگم خیلی بهتر از اوناست، ولی خب تقریبا برابر، قابل تشخیص نیست. ولی من به نظر من بچه داخلی از نظر دیزاین خیلی رشد کردن. تخصص یا وفاداری کدومش؟ حفظ تعادل. کدومش مهمتره؟ کلا با قطعیت به نظر من صحبت کردن نشون دهنده شاید بیسوادیه. یعنی ما اگر بعضی موقع من دارم میبینم الان به حال اینستاگرام یه فضایی به وجود آورده که هر کس که تریبونی داره صحبت میکنه و هر چیزی که تو ذهنش رو داره بدون یه فیلتری شکل علمی میده اصلا. آره شکل علمی میده. حالا خیلی مفاهیم پزشکی و یه عده‌ای دارن، حالا باز بحث شغل ما متفاوته. این با توجه به دی ان ای سازمان و نوع بیزینس متفاوته. من آخر نتونستم اینا از شما بگیرم. هر کاری کردم نشد. ببینید شاید یه نسخه‌ای یه شیوهی تو بازلی جواب داده باشه، ولی یه شیوهی یه جای دیگه‌ای جواب بده. اینا از نظر من عرض کردم که اگر ما بخوایم با قطعیت صحبت بکنیم، من فکر میکنم من اخیراً مثلا یه سری چیزا رو تو اینستاگرام میبینم اصلا همچین میمونم، میگم یعنی چی؟ مخصوصا این که مثلا میگن به فلان چیز در 5 مرحله سریع برسیم، مثلا فلان کار رو در 5 مرحله انجام بدیم. حالا اینا نه، یه دیگه هم که حالا شاید مثلا متخصص تر باشن، من میبینم گاهن میان مثلا یه نسخه های خیلی قاطع و با اعتماد به نفس بالا رو ارائه میدن، میگن این اینجوریه. من میگم خب از نظر من این بی‌معنیه. خود بهرام به نظر من یه اتفاق بود، یعنی شاید آشناییمون با بهرام خیلی اتفاقی بود. ایشون میخواست بیاد برای عروسیش خرید بکنه، بعد همینجوری از طریقی که دوستاش اومد تو شعبه، کت‌شلوارش هم حتی خریده بود، از نیویورک کت‌شلوارش خریده بود. ولی یه دغدغه، من به نظر من بهرام خیلی باهوشه. یعنی من بعدن که یه مقدار با هم رفتیم جلو، متوجه ذری‌پوشی عجیب غریبش شدم تو کار، حتی تو بیزینس چطور؟ تو حالا برسد به دست آقای رادان. آره من یه دغدغه‌ای داشت که میخواست که لباسش لباس ایرانی باشه، با اینکه از نیویورک خریده بود. با اینکه آره خریده بود. بعد میدونستم چی میخواد. روزی که اومد فروشگاه، بعد ما به یکی از دوستانمون گفته بودیم که حالا دعوتش کردیم، گفتیم که حالا بیاد ببینه چه جوریه و اینا. اومد تو فروشگاه فرمانی ما، به حال درک ورود کرد، گفت اینجا اوکیه فلان و اینا. بعد کاری هم که پوشید و پسندید، گفت این اوکیه. اگه حمایت خانواده نبود چقدر ممکن بود بازلی بشه؟ مالی نمیگم، ممکنه بخشش حمایت روانی باشه. حمایت مالی که اصلا نبوده. از طریق خانواده از بازلی تقریبا یه جورایی بازلی از
نقطه خیلی صفر شروع کرده و اینکه چی فرمودید شما؟ نخواستید حمایت بگیرید از لحاظ مالی، درسته؟ می‌خواستید خودتون شروع. نه، کلا پدرم هم خیلی اعتقاد نداشت که باید حمایت بکنه. یعنی حتی من درخواستش هم داشتم، من خودم فکر میکردم که باید مثلا یه بودجه‌ای رو پدرم هم به من بده، بعد من برم مثلا یه بازلی هاوسی مثلا بازلی هاوس که نه، یه عمارتی رو مثلا بگیرم دیزاین بکنم، اون کارهای مثل آرتیست رفتار بکنم. ولی خب فشار پدرم منو گذاشت تو تقریبا یه مغازه 20 متری که مال یکی دوستاش بود. گفت اگر ارزشو داری، اون چیزایی که داری میگی رو برو از همینجا شروع کن. هنوز یادتونه دقیقاً چی بود؟ 100% یادم. و خیلی هم چالنج‌های عجیب غریبی داشتیم در این مورد. یعنی من خب یه تایمی درخواست داشتم از ایشون که به هر حال شما شرایطو داری، باید اینو انجام بدی، و ایشون هم میگفت که انجام نمیدم، برو هر کار دوست داری بکن. شما هر کاری دوست دارین کردین و بازلی الان اینجاست که 17 تا شعبه و حدود 250 تا نیرو مستقیم روز به روز داره بزرگتر میشه. ما از بیرون انفجار رشد رو دیدیم، شما که داخل هستید میگید نه ذره ذره به اینجا رسید. ما 10 سال شاید 8 سال کار کردیم، کار تبلیغاتی خیلی نکردیم. یعنی 8 سال زحمت کشیدیم به این مرحله برسونیم، بعد شروع کنیم روش تبلیغات کردن. خب من با بیلبوردهای صدر اول شناختم و توی اندرزگو هم دیدم، فکر میکردم مثلا ایرانی نیست. ما اون موقع تلاشمون این بود که ایرانی نباشه، ندیم. ولی الان نه. الان نه. میدونید که پذیرفته است، به این باور رسیده جامعه. الان جامعه به نظر من به این باور رسیده. خودتونم نگرشتون عوض شده. خیلی. مرز کردم به نظر من تو ایران رنسانس فرهنگی اتفاق افتاده. استقبال میکنین ازش؟ بله. و اگر بخواین یه توصیه‌ای بکنید به کسی که دوست داره کار فشن رو شروع بکنه، مثلا طراح لباسه، میترسه، نمیدونه از کجا باید شروع کنه، چی بهش میگی؟ اصلا انقدر سوال تو ذهنشون زیاده، نمیدونن از کجا باید شروع کنن. سرمایه چقدر میخواد، چیکار کنم، مشتری از کجا بیارم. بعضی سفر بره، نمیتونه هزینه سفر رو بده. حالا سفر به صورت فیزیکی هم نه، ولی به صورت مجازی سفر کنه. یعنی دائما این حوزه به نظر من یادگیریش با چشمه. شما باید انقدر چشمت چیزای خوب ببینه که چشمتون تصفیه بشه. یعنی چی تصفیه شه؟ اگر چشم شما مدام تا یه چندین سال چیزای خوب ببینه، تصفیه میشه. اینطوری که متوجه شدم یعنی ما برندهای بین‌المللی رو بیشتر بررسی بکنیم. و این به این معنا نیستش که برندهای ایرانی لزوما خوب نیستن. به این معناست که ما میتونیم در مملکت که بسته است، برندهای خوب ایرانی هم میتونیم بریم ببینیم. درست. اون چیزی که فکر میکنیم خوبه رو مدام بریم ببینیم. خوبم نسبیه. خوبم شاید نسبیه. ولی من فکر میکنم بهتره که این یادگیری رو با برندهای بین‌المللی شروع بکنیم. به نظر منم این بهتره. چون به هر حال آموزشی که اونجا هست، ببینید من تصورم اینه که ما توی ایران تو ریتیل فشن مخصوصا همه چیز رو باید خودمون بسازیم. یعنی اون سیستم رو باید خودمون بسازیم، آموزش مثلا VM رو باید خودمون این کار انجام بدیم که بریم دنبالش یک نفر رو بیاریم این آموزش رو و چیزای به این شکل. این چقدر توی بازلی تاثیر گذاشت؟ شما از آموزش‌های بیرونی چقدر کمک گرفتین؟ یا خودتون همه رو ساختین؟ بازلی عمده مسائلش به غیر از تخصصی‌های مالیش در اون سازمانیه.
ورژن خودشه، ورژن خودش. قابل کپی یعنی نیست اینجوری کپیش هم سخت میشه و ارزش پیشنهادیش خودشه، تمایزش خودشه، نمیتونه کسی کپی کنه. من فکر میکنم روش ساختن برند پیشرو هم اینه که اول ما یاد بگیریم خودمون باشیم. یعنی حتی با نسخه غلط خودمون شروع کنیم. شما گفتین که قدیمی ترین همکار شما از روز اوله که حتی ممکنه بازاری وجود نداشته بوده باهاتون. درسته؟ حدس میزنم که تعداد همکارانی که به این شکل با شما همراهن هم زیاد باشه، کم نباشه. درسته؟ ممکنه یه سری افراد بیرون از سازمان وجود داشته باشن که تخصص و دانش آکادمیک خوبی دارن و شما بخواید از اونها هم استفاده بکنی. این تضاد ایجاد نمیکنه توی سازمان؟ ببینید ما با آموزش باید بریم به سمت تلفیق هر دوی اینا. یعنی نه با ما نه ما پس نمیزنن بچهای قدیمی، بچهای جدیدتر رو. ما باید هنر حفظ تعادل داشته باشیم تو هر حوزه‌ای، تو تلفیق افراد سنتی و افراد آکادمیک. بخشیش آخه شما، این بخش دیگهش ممکنه سازمان داره روند طبیعی خودش رو پیش میره، ممکنه این اتفاق بیفته. حس کردین این اتفاق میفته؟ 100% با چالنج‌ها رو داریم. به حال من دوستانم هم تو شرکت‌های دیگه صحبت که میکنن دارن میگن که خب این چالنج وجود داره، هم میشه در گذشته هم بوده، ولی ما با آموزش به هر دوی این گروه، یعنی ما باید به کسایی که از حوزه آکادمیک اومدن این آموزش رو بدیم که به تجربه این افراد احترام بذارن تا یه چندین سال با آزمون و خطا و شاید کار سخت به این نتیجه رسیدن، و به افراد گروه سنتی هم این آموزش رو ما بدیم که ما برای رشد نیاز داریم به حوزه های مختلف، به فضای آکادمیک، به AI، به چیزهای مختلف نیاز داریم تا بتونیم یه نتیجه خوبی رو بگیریم. پس سازمانتون رو پویا میدونین چون از هر دو گروه داره استفاده میکنه. سعیمون رو میکنیم که این خط روند رو بتونیم داشته باشیم. و یه نکته هایی هم وجود داره. شاید نسل جدید یا نسل زد باید یه سری مفاهیم رو از گذشته بیاره. ما هنوز به نظر من باید تختی رو برای نسل بعد تختی نگه داریم. هنوز باید مفاهیم سنتی گذشتمون که قشنگ بوده رو بیاریم با داستانشون یا آیکان بودنشون و داستانشون رو ما باید کار میکنه. یعنی هنوز آیا این اتفاق تختی بودنه؟ آره امروز هنوزم به نظر من تختی با تعریف جدیدش برای نسل جدید کار میکنه. هنوزم به نظر من مفاهیم سفره کار میکنه. من یه مصاحبه دیدم از آیکیمیایی، یه قسمتش میگفت که مصاحبه کننده بهش میگفت که چرا هنوزم تو فیلمات میگی از سفره میگی، از رفاقت میگی، مدل از قدیم مرام میگی. گفت هنوزم میگم چون درسته. این انسان در گذشته همین انسان بوده، در آیندهم درسته شاید پوست ظاهریش تغییر بکنه، یعنی قلب و روحش که تغییر نمیکنه. پس بنابراین همون آدمه با پوسته جدید. ما باید رو مفاهیم انسانی گذشته که قبلا پررنگ‌تر بود کار بکنیم. یعنی بیزنس مفاهیم انسانیه که شکل میگیره، که رشد میکنه. 100%. هنوزم به نظر من احترام به بزرگتر گذاشتن باید آموزش داده بشه به نسل جدید. هنوزم به نظر من احترام به فرد با تجربه باید تو سیستم جدید وجود داشته باشه. اینا درسته، اینا باید بیاد. اینا رو ما اگر نتونیم بیاریم به یه شکافی میخوریم، شکافی که فقط شاید با تخصصگرایی بخواد بره جلو
و این با توجه به نظر من کشوری که ما داریم و آدماش خیلی احساساتی هن، شاید جواب نده. شاید توی کشور دیگه جواب بده. برنامه ما هم آیف گپه اتفاقا. از 2 تا بخش میشه بهش نگاه کرد. یکی همون شکافه، یکی همون گفتگوه. آقای بیگدلی، خیلی خوشحال شدم امروز از صحبت با شما. بازلی برام یه کوچولو مرموز بود، الان خیلی شفافتر و روشن‌تر شده. اگه نکته‌ای هست که میتونه به ما کمک بکنه ممنون میشم بفرمایید. فقط یه نکته‌ایه که به نظر من شاید خیلی رفت فشن نداشته باشه، ولی من فکر میکنم که ما باید تمرین بکنیم با هم که نکات مثبت هم ببینیم. یعنی من فکر میکنم که الان یه فشاری وجود داره که به حال من میدونم شرایط سخته و خیلی ها شاید ناراضی هن از یه سری شرایط و اینجور مسائل، ولی دائما هم با منفیگویی و پافشاری رو نقاط ضعف من فکر نمی کنم که اتفاق مثبت بیفته. باید سعی کنیم که هم نقد بکنیم، هم نیمه پر لیوان رو ببینیم. اینو من همیشه تو شرکت هم میگم هم قسمت نقد مثبت رو داشته باشید هم منفی رو. اصلا هنر بینی که نیمه پر رو ببینیم. یعنی تو اینم ما بتونیم تعادل رو نگه داریم. اگرم یه اتفاق مثبتی وجود داره ما ازش تشکر بکنیم و بگیم که داریم این موضوع رو میبینیم. خیلی ممنونم از شما. مرسی. موفق باشین. سلامت باشید. متشکرم.